شبهه دوم در میان مردم در رابطه با نکردن جهاد و مبارزه بوده به خاطر نبود مقام و رهبریت سالم مسلمان ها. مقام رهبریتی که ندارن مقام رهبریت سالم است. مقام رهبریتی که اهل مسلمان ها در افغانستان زیر از او زندگی میکنه، او یک مقام رهبریت سالم است که مقام رهبریت ما سالم نیست. 60 کشور مختلط، یک لشکر سلاطه و پیوندی که از هر چمن سمنه و یک حکومتی که از هر چیز در اون یاد نمونه است. یک مرچ زرشوبک هم است که در این کابینه کرزی بانندگی همه چیز است. کمونیستا، افغان ملتیا، شوله شیعه ها، اسماعیلیا، اخوانیا با همه ازداد و اتجاهات مختلف قومی، لسانی، عقیدوی که با هم دارن، با نتیجه زور فشار امریکایی ها این یک قیادت سالم است که اونا تشکیل دادن. آیا کابینه موجود و حکومت موجود تا حال قادر شد که فضای اختلاف بین پارلمان و رئیس جمهور از بین برداره؟ آیا یک لشکر اشره که فعلا ملک توسط از اداره میکنن که هر کس سر به خود میکشه و هر کس سر به خود میرو باید دزدی میکنن و هر خانه که میدارن تجاوز میکنن، هر چی که دلشان خواست میکنن، این یک قیادت رهبریت سالم است؟ ما میگیم که ما اگر رهبریت سالم داریم یا نداریم، ما بیگانه ها را در ملک خود نمیگذاریم. ما اگر رهبریت سالم داریم یا نداریم، ما دشمن در ملک خود نمیمانیم. ما در وقتای بچگی خود از این قصه ها شنیده بودیم که مولانا نصرالدین رفته بود به یک باغ دزدی میکرد. صاحب باغ گیرش کرده بود که چرا دزدی میکنی؟ میگه تو چرا بزنت بوت نمیخری؟ حالا این همه 60 کشوری که به ملک ما آمده، این به خاطر از اینا حمله کرده که ما نمیتونیم در ملک خود یک رهبریت سالم را بسازیم. هیچ با این مسئله ارتباط نداره. مسئله در افغانستان، جنگ در افغانستان روی مسئله از این است که کی رهبر سالم است کی رهبر غیر سالم. مسئله در افغانستان به است که ما یک امارتی داشتیم که همه ملت دور از او جمع شده بود، اختلاف از بین رفته بود، نظام اسلامی قائم بود، امنیت قائم بود، از مخدرات، از پودر، از چرس و تریاک بوی نام و نشان نبود، دزد در دوربین دیده نمیشد. اینطور یک امارت 60 یک لشکر ائتلاف امریکایی آمد و اینطور یک حکومت از بین برد با جنگ هوایی و زمینی خود، با همکاری منافقین و وطن فروشا این نظام از بین برد. آیا عقل سالم و چشم بینا ایره گفته میتونه که در افغانستان قیادتی که در نتیجه که تجاوز کشورهای ناتو آمد این رهبریت سالمتر از قیادت طالبان بود؟ من از اینا پرسان میکنم. آیا اونا اعتراف نمیکنن که طالبان در وقت امارت خود دزدی را از بین برده بود؟ حال آدم ربایی در کابل یک پیشه شده. آیا اونا اعتراف نمیکنن که در افغانستان سر و مال مردم در وقت طالبان به امن بود، حالا که امنیت مردم افغانستان را به پیسه پیدا کرده نمیتونن؟ آیا این اعتراف نمیکنند که در وقت طالبان مخدرات و پودر به یک فرمان امیرالمومنین در تمام افغانستان بند شد؟ حالا اساکر نیتو امریکایی به این تجارت دخیل هستند. کدام رهبریت سالم را اونا به ملت افغانستان ارمغان آوردن که میترسن که در موجودیت جهاد او رهبریت از بین بره؟ من به اینا چالش میتونم که یک ما اینا بدون موجودیت قوای ناتو در افغانستان گذاره کنه. این مردمی که بالای شانه و آغوش استعمار در افغانستان شب روز تیر میکنن، اینا تشویش از این دارن که رهبریت سالم ندارن. ناموس انسان حیثیت ناموس داره. اگر آدم در خانه با زن خود خوش باشه خفه، با او زندگی خوب داشته باشه خراب، او را سر بیگانه ها نمیفروشه. اگر آدم باغ و دشت خود آباد کرده میتونه یا نمیتونه؟ او را به دشمن ها آدم هدیه نمیده. اگر آدم خانه خود آباد کرده میتونه نمیتونه؟ او خانه را از شتلی ها و از کثافت ها پر نمیکنه. افغانستان وطن ماست، مردم افغانستان ملت ماست. اگر ما این مردم آباد ساخته میتونیم یا نمیتونیم؟ نه این خاک بالای اروپایی ها میفروشیم نه بالای کمونیستا. از این خاک نیاکای ما به قیمت خون خود دفاع کرده، آزاد نگاه داشته و ما من حیث احفاد از اونها این را با پروردگار تعهد میکنیم که خاک آزاد نگاه کنیم یا ما زنده نباشیم. رهبریت سالم و غیر سالم موضوع دومی بعد از آزادی است. ما فعلا از همه او کسایی که اصلا قدرت مقاومت بیگانگار ندارن، قدرت جهاد ندارن،
قدرت کشیدن دشمن از خانه رو نداره، به یک بانه و دیگه بانه خود از جهاد میکشه. به همه از اونها اعلان میکنیم که موضوع جهاد ما فعلا آزادی افغانستان است، موضوع ساختن یک نظام سالم و رهبریت سالم مسئله دائمی ملک است، کشمکش طولانی داره. ما اگر ساخته تانستیم یا نتانستیم این ملک به بیگانه ها نمیگذاریم.